با سلام به بینندگان بینیاد گرامی رادیو زودی. ساعت به وقت پرگار رسیده هست و من بازم در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تازه رو میگم وابسته به سوالهایی که شما در رفتیم پخشای مستقیم قبلی برای ما دادید و فکر میکنم اگر شما با دقت حالا صحبت ما رو گوش کنید میتوانید به این پرسش‌های خود پاسخ بگیرید. و فراموش نکنید که 3 ساعت پس برنامه خبری منتظر شماست که فراگیری موضوع روزی تاجیکستان و جهان است. ما همه شما رو در پخش مستقیم در همین جا در آزادی ویدیو منتظر خواهیم بود. روو میان نواحی ولایت مختار کوهستانی بدخشان و مرکز آن شهر خاروغ محدود شده است. غالب نیتبکov سخنگوی رئیس ولایت امروز در صحبت با رادیو زودی گفت چون این تصمیم به خاطر جلوگیری از سیرایت کرونا ویروس گرفته شده است. او تاکید نمود که این اقدام به استثنای کارمندان ساحه تندرستی از جمله کارمندان بیمارخانه ولایتی و مقامات حکومت دولتی جاری گردیده است. نیتبکov افزود در مورد محدودیت در حرکت ماشین‌ها از سمت دوشنبه به خاروغ عین حال معلوماتی در دست ندارند و این مسئله را در زودترین فرصت دقیق نموده خبردار میکنند. صبح امروز 162 شهروند تاجیکستان که در روسیه بند مانده بودند توسط پرواز مخصوص شرکت اورالسکی آویالینی از یکاترینبورگ به دوشنبه وارد شدند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر این خبر افزوده است توسط همین هواپیما که صبح 26 می در فرودگاه پایتخت تاجیکستان به زمین نشست تابوت 2 مهاجر تاجیک نیز انتقال یافتند. سر از 20 مارت سال روان با اشاره به پاندمی کرونا ویروس حکومت تاجیکستان رفت آمد بین‌المللی هوایی به کشور را منع کرد. در عین زمان حکومت تاجیکستان در همکاری با کشورهای دیگر تلاش دارد شهروندانش را از روسیه، ترکیه، امارات متحده عرب و ممالک دیگر به وطن بازگرداند. روز 25 می توسط یک پرواز چارتری 237 شهروند تاجیکستان از مسکو به دوشنبه انتقال داده شدند و ما دیروز در این باره برای شما به تفصیل معلومات داده بودیم. در عین زمان مقامات تاجیکستان خبر دادند که همه شهروندان کشور را از مرکزهای نگهداری موقتی روسیه به وطن برمیگردانند. این گروه مهاجران اساساً افرادی هستند که قرار دادگاه برای اخراجشان از روسیه صادر شده اما با سبب قطع پروازها نتوانستند به وطن بازگردند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 25 می با نشر یک اطلاعیه گفت بازگردانی شهروندان تاجیکستان که در روسیه درماندند بر اساس یک نقشه صورت میگیرد. به اطلاع سفارت در نوبت اول شهروندان به تاجیکستان فرستاده می شوند که در مرکزهای موقتی روسیه هستند. طی روزهای اخیر در دوام هفته جاری در موافقه با مقامات روسیه همه شهروندان تاجیکستان که در مرکزهای نگهداری موقتی ماندند به وطن برگردانده می شوند نوشته است سفارت. مقامات گفتند مسئله برگرداندن شهروندان دیگری تاجیکستان از روسیه در بررسی استادی جمهوریوی است. به گفته مقامات بازگردانی شهروندان درمانده از روسیه بیشتر به فراهم بودن جای برای کرانتین آنها در تاجیکستان بستگی دارد. در هفته اخیر مقامات با 2 پرواز ویژه 10 شهروند اخراج شده تاجیکستان را به وطن آوردند. این تصمیم مقامات در پی نگرانی جدی این گروه مهاجران از وضع طاقت فرسای خود در بازداشتگاه‌ها صورت گرفت. مقامات میگویند بر اساس یک نقشه شهروندان درمانده تاجیک را از دیگر کشورهای خارجی به نوبت به وطن برمیگردانند. در نوبت خود سفارت تاجیکستان در روسیه رقم‌های تلفنش را برای تماس با مهاجران نشر می‌کند ولی مهاجران تاجیک از آن شکایت دارند که به این رقم‌ها کسی جواب نمی‌دهد و هم در نزد سفارت یگان مسئول برای پاسخ دادن به سوال‌هایشان حاضر نمی‌شود. در این باره در برنامه خبری ما با شما صحبت خواهیم کرد. و باید بگم که طوری ما قبلا هم به شما گفته بودیم ترکیه طریق هواپیمای چارتری ترکیش ایر به تاجیکستان 50,000 نقاب‌های محافظتی فرستاده است. بنا به معلومات سفارت ترکیه در تاجیکستان این کمک روز 23 می به دوشنبه رسیده دیروز در اختیار سازمان هلال احمر گذاشته شد. ضمن طریق این هواپیما 194 شهروند تاجیکستان که در ترکیه بند مانده بودند به وطن آورده شدند. خبرگزاری از پلوس می نویسد که تشخیص بیش از 50 مسافران این هواپیما در نسبت سیرت کووید 19 مثبت برآمده است. یکی از آنها در صحبت با خبرگزاری گفته است در اکثریتشان بیماری بدون نشانه میگذرد ولی از دیگران جدا نگاه داشته میشوند. مصاحبه خبرگزاری گفته است در دوام 2 ماه قرار داشتن در استانبول هیچ نفری از آنها بیماری کرونا ویروس را نداشت.
ضمناً گروهی از وکیلان توجیک میخواهند که توجیکستان برای رعایت نکردن نقاب‌پوشی جریمه تعیین کند. خبرگزاری آسیا پلوس میگوید در این مسئله وکیلان پیشنهاد خود را الکی ارائه کردند. منبع خبرگزاری گفته است چون این پیشنهاد در پی رعایت نشدن قرارداد جمهوریوی اوید به پوشیدن حتمی نقاب در جایهای جمعیتی، مرکزهای سودا و نقلیات وارد شده است. در توجیکستان فعلا رژه کرانتین اعلان نشده است، ولی چاره‌های جلوگیری از این بیماری شدت بخشیده شدند و داشتن نقاب‌های طبی برای همه شهروندان کشور حتمی می باشد. خب بینندگان عزیز، این چند خبری تازه بود که من در این ساعت برای شما گفتم و فکر میکنم به سوال خودتون توانستید تا اندازه پاسخ بگیرید و ما در برنامه با تفصیل بازم درباره بعضی از این موضوع صحبت خواهیم کرد و امیدوارم در پخش مستقیم شما از آن را خواهیم دید. تا آن وقت خدا نگهدارتان و خود را احتیاط کنید.